این مکان با نام مزار حضرت سلطان مشهور است. مردم میگویند اینجا صوفی مشهور اویس قرنی را دفن کردند. محققان میگویند در گذشته نیاگان اگر میخواستند مکانی را از ویران شدن نگه دارند آن را به نام بزرگ ربط میدادند. سالهاست اینجا جایگاه عبادت و آرامش روحی است. بعض زائران نگریسته باور میکنی که اینجا جایگاه برای تسکین و اندیشه است. چشمه های مصفا جاریند که هر کی با نیت آن را می آشامد. بابای کبیر سالهای 80 عصر 20 به خاطر تقدیس و ربط داشتن نیاکانش به این مکان به دهه حضرت سلطان برگشت. هیچ گمان نداشت زمان فرا می رسد که برای آب در مکانی به قول آنها مقدس با خویشاوندانش بحث خواهد کرد. 10-15 سال اخیر میدونین که چخیل مردم از زندگیش وزمین بود. ما چخیل کردم، همین گو فروختم، گوساله فروختم، شلنگ خریدم. چقدر؟ 600 متر شلنگ خریدم، شلنگ پلی‌اتیلنی. این همین چشمایی که شما دیده استودین، همین را من مهنت کردم، هفته ها زدم. انا همینجا همین آب بدرون همون زمین بودم. اونجا آب نه حاضرم انا بگم همین آب همین نباشه آب نبود. با واسطه انا همین دست انا جبورا ما کندم، شلنگ تای خو کردم. انا می چشما را هر سال چند مرتبه ما با دستم توزه میکنم. همین او بناموجا را میروه، ما درختام او میتم، ای میخرم همونجا. اینا نگاه کنید که حاضر همین چشمت در کدام حالت های. جنجال 2 سال پیش شروع شد و بعد آنکه طرف دیگری بحث محمدیار دولتوف 312 هکتار زمین را در اینجا گرفت، خواجگی دولتیار تأسیس داد و قسمی از زمین را به چراگاه تبدیل داد. هر روزی که اون چشمه را گرفته امی و تمام زمین را گرفته راما میدوزه امی آبی که ما اینجا در درخت شنوندگی مهنت کردیم امیاره دیگه آب دادن نمیتونیم. راما را میدوزم میزنه شلنگ هم چشمه را بیرون میکنه. خواجگی دهقانی دولتیار صاحب زمین های گردی چشمه است. طبق قانونگذاری آب مالکیت استثنایی دولت بوده به هر شهروند دسترسی به آب نوشاکی کفالت داده شده است. ترتیب استفاده و حفظ ذخیره های آب از آلوده شوی و خشک شوی آن را دولت تنظیم می کند. برای همین سیاره ما چقدر همین آب مثال در کوره. اینا ما همین آبی که خیلی حقیقتا در کوهستان ما آب بسیاره. لیکن همین را ما اینا دیده است که ما همه چیزا چقدر مهنت کردم، همه چیزا استفاده حلال بردن نمیتونم. همه بی مولای، همه افلاسیای، همه مثال اینطوری چیزای ده. مسئولین خواجگی دهقانی دولتیار تصدیق میکنند که در این زمین ها چاروای آمد را برای چرا اجازه دادند و طبق قانونگذاری عمل میکنند. زمین خواجگی دهقانی خیلی اینا مرحمت در کار شود. ما حجت دارم، حجت گذاری قرار دارم، همش در صلاحیت قانون توریه. محمدیار میگوید هیچگاه درباره استفاده چشمه با کسی واردی بحث نشده است، اما از دیگران در استفاده آب چشمه حقش بیشتر است. با چشمه سخن نکردم بیارم آدم که با وقتی که یک تا شما دا باشه افته باشه که آبی ما های یکمش آبی ها نیسته و یک خونوش در اینجا نیستن، خونه ها اونا بروده وزر ها و پایونن. خانه در پشت خانه ما هر دور نهبسه هم داره. قانونگذاری حل این گونه قضیه ها را به عهده اداره های محلی گذاشته است. چندین برده ارگان‌های همین محلی همین بگیم که حکومت محلی مراجعت کردیم میگه زمین گرفته زمین تا محکم که وقتی توغری همین زمین ما گرفتیم زمینی که استفادهش میبریم گردش محکمه وقتی این چشمه را همین وقتی ما محکم کردگی که یگان مثال حیوان یگان گاو مثال یگان خوک یگان چیز نداره. لیکن دیده است این همین چشمه را تو آخت کردگی که این چشمه ما این زمین ما یگان تا حقی همین زمین ما را فرگردی نداره. این باغ به جبار ستارف تعلق دارد. از خواجگیدارهایی می باشد که به گفتهشان چند سال اخیر اذیت می کشند و چراگاه شدن حدود چشمه باعث خشک شدن آن گشته است. خشک شدن شد یک سال شد. یک سال شد نما درختام نه نمیدونیم چه خیلی بودیم جای اجاز زمین کردیم با برای نمی دیگم اگرات پگرات میکردیم دیگه اگرات هم نمیکنیم کردیم نشید به او نمیشیده.
استفاده بری چراگاه را قانون جمهوری تاجیکستان درباره چراگاه تنظیم می‌کند. این قانون صاحبان زمین را عهدهدار کرده است چراگاه را ثمرناک استفاده برند و به آلوده شوی محیط زیست راه ندهند. اویا گنده ما همیرا توزا میکنم چند آدم او میخوره مثال چند درخت او میخوره همی گنده برای همین جمعیت ما همی گنده. ساکنان دهه حضرت سلطان میگویند بحث آنها در اطراف چشمه ها تا کجا میرسد نمیدانند، اما میکوشند که چشمه ها را از دست ندهند، چون که در کوهستان تنها همین زمین است که آنها را میخوراند و میپوشاند.